با سلام و درود به قسمت نهم مهران کجاست خوش آمدید. دوستان گرامیم، اگر به قسمت‌های دیگر علاقه‌مند هستید لطفاً این داستان را لایک نمایید. متشکرم. پدر مهران به سمت تلفن می‌رود. مشرجب پیش از اینکه پدر مهران با او تماس بگیرد با او تماس می‌گیرد. پدر مهران تلفن را بر می‌دارد. الو. مشرجب: سلام آقا، حالتون چطور است؟ پدر مهران: خیلی نگرانم. مشرجب: خودتون را نگران نکنید، دل ما روشن هست. حتما آقا مهران هر جا باشد سلامت است. پدر مهران: میدانی که ما ممکن است دشمن داشته باشیم، خصوصا با ناپدید شدن آن دختر. اگرچه از ترسشان به روی ما نیاوردند، ولی من بارها نگاه سنگینشان را روی خانواده‌ام حس کردم. مشرجب: آقا، از آن واقعه سالهاست که گذشته است. خصوصا آقا مهران به خارجه رفته بودند و کسی نمی‌داند که او برگشته است. آنها هم خیلی سال است که از روستا رفتند و پدر آن دختر چند سالی می‌شود که عمرش را به شما داده است. پدر مهران: خدا کند که حرف تو درست باشد، ولی ما نباید بی‌احتیاطی کنیم. من تمام حدس‌هایم را با پلیس در میان گذاشتم. تو هم باید حواست را جمع کنی و هر رفت و آمد مشکوکی را به من اطلاع دهی. من نمیتوانم وارد شوم، چون با دیدن من امکان دارد که مهران را اگر از مخفی کرده‌اند به جای دیگری ببرند و پلیس هم محرمانه وارد می شود. مشرجب: چشم آقا، حال خانم چطور است؟ حالش رو به بهبودی هست، خدا را شکر. امیدوارم آقا مهران هر چه زودتر پیدایش شود. پدر مهران: امیدوارم. ممنون مشرجب. یعنی الان مهران کجاست؟ مهران به دنبال سیمین در شالیزارها شروع به دویدن می کند. مهران: سیمین وایستا تا بهت برسم. در حالی که سیمین می خندید به او می گوید مثل این که پیر شده ای. سیمین در میان شالیزار می نشیند. دختر چقدر تند می دوی، من به گرد پات نمی رسیدم. دستهای سیمین چیزی را جستجو می کرد. مهران رو می کند به سیمین و می گوید به دنبال چه می گردی؟ سیمین: بنشین مهران تا بهت بگویم. مهران می نشیند و قلبش شروع به تپیدن می کند. مالامال از دلتنگی می شود. گویی خیلی سال هست که در کنار سیمین نشسته است. به دستهای سیمین نگاه می کند. ناگاه سنگ قبری را می بیند و حیرت زده به سیمین نگاه می کند و دوباره به سنگ قبر نگاه می کند. این بار سنگ قبر را روشن‌تر می بیند و نام سیمین را به وضوح می بیند که به روی آن حکاکی شده است و ناخودآگاه می گوید خدای من، سیمین، این نام توست؟ من دارم خواب می بینم. سیمین می گوید نه، تو خواب نمی بینی، بیداری. این من هستم که در خوابم. زمانی که من را ترک کردی من را در اینجا خواباندن. هر از گاهی از اینجا بیرون می آیم. به عشق و دیدار تو خسته و سرگردان در شالیزارها به دنبال تو می گردم تا لحظه ای تو را ببینم. میدانی از آن واقعه 10 سال گذشته است و روح من سرگردان است. وقتی تو را دیدم یک بار دیگر روح از جسمم خارج می شد. بوی عطر عشق تو تمام شالیزارها را پر کرده و من هفته هاست که خوشحالم و دلم نمیخواهد عشق دیدن تو را از دست بدم. مهران: تو دیوانه شدی. کی مردی که من خبردار نشدم؟ مهران منتظر جواب سیمین می شود. هراسان بر می گردد و خودش را روی صندلی توی کلبه می بیند و مشرجب را در حال آماده کردن غذا. مهران: آه خدای من، همش خواب بود، خدا را شکر. مشرجب بر می گردد و چهره مهران را تکیده و ناراحت می بیند. مهران می گوید مشرجب نمیدانی داشتم چه خوابی می دیدم. مشرجب: خیر است. شروع به شرح می کند. ولی خودش نمیفهمید چه میگوید. نمیدانی چه حالی شدم. وقتی نام سیمین را روی قبر در وسط شالیزارها دیدم حس غریبی وجودم را فرا گرفته بود که قادر به بیان آن نیستم. حس کردم من در قبر با او خوابیدم. هم خوشحال بودم و هم غمگین، چرا که حس می‌کردم نیمه‌ام را با او یک جا می‌دیدم و نیمه دیگرم در بیرون قبر ایستاده است. من داشتم نیمه خودم را در کنار او به وضوح می‌دیدم و این من را ناراحت می‌کرد. مشرجب: نمی‌دانم که چرا این روزها همش رویای عجیب می‌بینم و این سردرگمی روحم را عذاب می‌دهد. مشرجب: یعنی تو واقعا سیمین را دوست داری؟ چرا راجع سیمین با پدرتان صحبت نمی کنی؟ بارها گفتم ولی او پاسخی به من نمی دهد و اهمیت هم نمی دهد. از نظر او این عشقها زودگذر است. در نوجوانی بسیار از این عشقها توی زندگی آدم می آید و می رود. باید با فکر و منطق برخورد کرد.
مشرجب: آقا مهران، ناهید خانم دارد به سوی کلبه می آید. مهران: شوخی داری می کنی؟ 2 ضربه به در زده می شود و ناهید وارد میشه. سلام می کند و به مهران می گوید چطوری؟ حالت خوب است؟ چه هوای خوبی است. اومدم با هم برویم اسب سواری. مهران با ناراحتی میگوید حوصله ندارم، میخواهم در کلبه بمانم. ناهید از پنجره به دور دستا نگاه میکند در حالی که نانی از روی میز برمیدارد. مهران: جدی میگویی؟ نکند با این دختر دهاتی قرار داری؟ چون او دارد یک سبد بزرگ پیکنیک را با خود حمل میکند. مهران: نگاه کن چه سر وضعی هم دارد. ناهید با خود زمزمه می کند چقدر با وجود این زیباست، به درد نقاشی های تو تابلوها می خورد. چقدر ساده است و چقدر عاشق است. فکر می کند که می تواند با مهران ازدواج کند. مهران برای من است. او هیچ شانسی نخواهد داشت. در مقابل من و در آینده این را ثابت خواهم کرد. مهران چهرهش باز می شود و به سمت در می رود و آن را باز می کند و به سوی سیمین می رود. با او شروع به صحبت می کند و سبد را از دست سیمین می گیرد. ناهید از پنجره به آن دو نگاه می کند. سیمین می گوید نمیدانی که چجوری پری را راضی کردم که کار را رها کنم و بیام پیشت. پاهایم هنوز خیس است و خسته است. امروز کار در شالیزار زیاد بود. خواستم بگویم در بیرون کلبه بساط پیکنیک را برگزار کنیم. مهران گفت باشه عزیزم. ناهید رو می کند به مشرجب و می گوید ولی از دست این دختر باز هم مزاحم ما شد. باید یک جوری از دستش خلاص شوم. ولی چه جوری؟ مشرجب حرفی نمی زند. سیمین و مهران وارد کلبه می شوند.